سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به کانال یوتیوب ما. امروز ما خانوادگی اومدیم بیرون. بله، دست آقا جمعی اومد. با این که زمستون شروع شده ولی امروز هوا به شدت بهاری، گفتیم امروز بزنیم بیرون و یه ذره راه بریم و بعد دیگه تا اینجا فرضا تو کادره اینو بهتون بگم راجع به این آغوشیه. آقا این آغوشیه اصلا خیلی به کار ما اومد نسبت به کالسکه. بخواه کالسکه خوبه ها، نه اینکه بد باشه و این، ولی به درد ما بیشتر این آغوشیه خورد. نه آره، برای اینکه خونه ما یک جوری سرباله سرپایینیش زیاده، ولی خیلی پول کالسکه ندین. در کل میتونم این نصیحت بهتون بکنم برای نوزاد به خصوص، از این کالسکه های ستیکه که وان داره اینا تا چشم به هم بزنه تموم شده. البته هر کی به یه مصرفی که داره اونجوری استفاده آره، میکنه. بستگی داره چقدر مثلا حالا پیاده بره. مثلا یه چیزی بگیرید که خیلی، چون اون قسمت وانشو که برای نوزادی بعد به بزرگیش هم برسه خب یه ذره اختلاف داره دیگه، باید با آره، ولی این کلا به کار ما خورد. الان دیگه کوچیک شده دیگه، باید عوضش کنیم، یه دونه بزرگتر بگیریم. خب بچه ها، و این که امروز میخوام بهتون کامل توضیح بدم راجع به مرخصی زایمان، مادر چقدر میتونه مرخصی بگیره، پدر چقدر میتونه، حقوقی که میدن برای بچه، چقدر حقوق میدن برای هر بچه، و اینکه کل اطلاعات راجع به این قضايا رو میخوام امروز از سیر تا پیاز براتون تعریف کنم. این شازده کوچولام فکر کنم خوابید. یه حسنی که این آغوشیه داره همینه ها، میخوابه انقدر قشنگ. خب بچه ها، همونطوری که بهتون گفتم میخوام از سیر تا پیاز مرخصی زایمان و چقدر حقوق میگیریم و چه مدتی میشه گرفت، آیا پدر میتونه مرخصی بگیره یا مادر بگیره توی اتریش، و کل این سیستم رو براتون توضیح بدیم. آره، و در کل یه پروسه‌ایه که شما از موقعی که باردار میشین تا موقعی که زایمان کنید، بعد از اونجا تا موقعی که مرخصی سر کار داشته باشین. حالا یه عده سر کار هستن مرخصی میگیرن، یه عده هم سر کار نیستن دیگه، اون دیگه مسائل خودشونه. حالا این پروسه‌ای که داره اینه که شما از موقعی که باردار میشین تا موقعی که شما این کارت بارداری، چی میگم، موتورپاسکین میشه، همون دفترچه کنترل‌ها و اینا برای مادره و بعد برای بچه است، اینا رو بگیرین، اون پروسه طول میکشه. شما باید برین سر کار تا 7 ماهگی. صاحبکارای اینجا هم معمولا میخوان که تا تاش شما برین سر کار، یعنی 7 ماه کامل. ولی قوانینی وجود داره که شما میتونید تو ماه 3، ماه 4، ماه 5 اینا یه مرخصی استعلاجی بگیرین که دیگه آقا من دیگه نمیتونم به علت بارداری کار کنم، که نرین سر کار. ولی اونا شامل یه سری مریضی خاصی داشته باشی، دکتر تشخیص بده، طبق این شرایط میتونی که مثلا یه برگه از دکتر متخصص بگیری و ببری و مثلا از ماه 4 یا 5 و اینا دیگه کمپلت نری سر کار. و توی این تایم تا موقعی که زایمان کنی، 1 ماه بعدش که مرخصی زایمان تازه از اون موقع شروع میشه، از اون تایم تا اونجا رو میتونی کمپلت حقوقتو بگیری بدون کسر مالیات و هیچ تا 1 ماه بعد از زایمان. از اونجا به بعد دیگه قضیه عوض میشه، دیگه باید برین دنبال کارهای، فقط تا همونجاش خوشه، بقیهش دیگه داستان داره، میره توی داستانای اینجا بهش میگن کارنس، که دیگه میشه همین مرخصی زایمان، که دیگه مدتاش مختلفه دیگه. شما میتونید 1 ساله بگیرید، 2 ساله بگیرید، 6 ماهه بگیرید، بسته به شرایط مثلا کاری مادر. اگه یکی باشه که کارش خیلی خوب باشه میتونه بگه من 6 ماه مرخصی برمیدارم، و این مثلا این کسی که 6 ماه مرخصی برداره، حقوقی که توی این مدت میگیره خب خیلی بالاتره به نسبت به کسی که مثلا 2 سال برداره. اون که 2 سال در کل اینی که شما یه مقدار پول مشخصی داره برای بچه. خب حد اکثر مرخصی هم که بتونیم بگیرین 2 ساله، حد اقلش هم تا 6 ماه. بعضیا رو من شنیدم که 3 ماه هم میرن، که حالا ما با اونا کار ندارم. ولی چیزی که وجود داره، مبلغی که شما میگیرین متناسب با حقوقی که میگرفتین، یعنی 80% حقوقتون رو به شما میدن که اسمن اون، و 80% که به شما میدن بستگی به حقوقتون داره. اگه یکی حقوقش خیلی بالا باشه، خب اون پول کارنسی که میگیره مرخصی زایمانش بیشتره، اگه نه کمتره. و چیزی که وجود داره، خیلی از این خارجیایی که ما میبینیم 6 ماهه میگیرن، یعنی 6 ماه سریع میرن سر کارشون، برای اینکه میگن آقا ما کارمون رو از دست میدیم، یا اینکه حقوقی که میگیریم خیلی بالاست، قسط داریم، پول بدیم ور اون ور بدیم. این پولی که از بیمه میگیریم خیلی پول کمیه. حالا توضیحات بیشتر رو خودش میده.
آره آخه میدونید چیه، مثلا اینجا حالا قبل از اینکه ما بخوایم بچه دار شیم و اینا، مثلا شنیده بودیم طرف میگفت آره مثلا پول بچه میدن، مثلا حقوق مادر رو میدن و اینا. ما گفتیم مثلا چه حتی باور کن من شنیده بودم مثلا گفتن چند هزار یورو میدن بابت بچه. ببینید شما درخواست میتونین بکنین برای موقعی که میخواین برین مرخصی طول مدتتون. یه مبلغی نوشته که میگه 18,000 یورو میدن، ولی 18,000 یورو رو طی سالیان میدن. یعنی اون نیست که مثلا شما میتونید درخواست یک جا بکنید که ما درخواست یک جا رو هم دادیم ولی یک جایی دریافت نکردیم. اینا خودشون باز خودشون حساب کتاب کردن رو طبق حقوقی که صدف میگرفت از اون جایی که کار میکرد و این چیزی که مالیات و هر چیز دیگر رو حساب کردن. حتی پدرم میتونه اینجا مرخصی بگیره، یعنی پدر میتونه با مادر نصف کنه، بگی 1 سال پدر 1 سال مادر، یا برعکسش. که فرزاد خیلی علاقه داشت قبل از اینکه لیام به دنیا بیاد به من میگفتش که صدف تو چیز نکن، تو اصلا تو برو سر کار من میمونم. گفتم مطمئنی؟ گفت آره بابا کاری نداره. آره گفتم تو یه کمی لیام از آب و گل در بیاری من نگرش میدارم فلان اینا. دیدم اصلا نمیشه. یعنی واقعا پدرها خیلی شانس آوردن کار بیرون از خونه. ولی خب الله هرچی بهش پیشنهاد میدم میگم الله 6 ماه شده نمیخوای، میگه نه اصلا. واقعا کار سختیه. واقعا اینو بهتون بگم که واقعا دست همه مادرها رو من میبوسم. یعنی واقعا کار مادرها خیلی سخت داره. یعنی واقعا میگن جای مادران در بهشت. کاملا درست گفتم. الان میدونم پدرام خیلی کمک میکنن، پدرام بیخوابی میکشن، پدرام استرس دارن، ولی مادر اصلا یه چیز دیگه است. یعنی واقعا تا 2 سال ما برای همین مدت زمان طولانیشو گرفتیم که 2 سال واقعا بچه احتیاج داره که کنار مادرش باشه. اینجا بر حسب اینکه کارت چی باشه بعضی از خانوم ها هستن که سر 6 ماه میرن سر کار. یعنی دیگه شغلش مثلا خیلی خوبه، بعد خب این پول حقوقه یهو خیلی کم میشه، براش ارزش نداره دیگه. یعنی دیگه سر 6 ماه حالا یا پدره میره اون مرخصی زایمانه یا کمپلت جفتی میرن سر کار، بچه رو میذارن مهد که خب چیز جالبی نیست. شما فکر کنید الان مثلا سن الان لیام برداری بذاریش مثلا مهد. ببینین اینجا یه چیزی بهتون بگم، اینجا بستگی به کار پدر و مادر داره. ببینید کار پدر مثلا پولش بیشتره یا کار مادر، اینجوری مرخصی ها رو تقسیم میکنن. ولی بچه تا 6 ماه خب مسلما که مادرشو میخواد، ولی بعضی از مادرها به خاطر اینکه کارشون خیلی خوبه، درآمدشون خیلی بالاست و این پولی که از دولت میخوان، دولت که نیست، از بیمه، از اداره مالیات، چون پولایی که ما دادیم بابت بیمه و اینا رو خب داریم تقریبا اونا رو پس میگیریم و یه کمک هزینه خیلی کوچیکی. به نظر من این پولی که ما فکرشو میکردیم خیلی کمتر از اون چیزی شد. ولی آقا اطلاعات اشتباه میدن به آدم، باور کنید اطلاعات اشتباه میدن. بعدم نه که فکر کنید آدمای عادی، آدمایی که بچه دار شدن 1 2 تا 3 تا اینا این اطلاعات رو میدادن که وای اصلا پول بچه میدن، اصلا فلان حقوق میگیری راحت. نمیدونم الان حقوقی که صدف میگیره تقریبا 1/3 حقوق اصلیش که تو مثلا سر کار میگرفته. یعنی واقعا کمه. خب حقوق اصلی که هیچی، نصف 1/3 هم میگیره. بعد تازه خرج بچه هم هست. یعنی بچه از پمپرز میخواد، شیر خشک میخواد، غذای کمکی میخواد، کالسکه میخواد، هر چی که شما فکر کنید. یعنی این پول کلا هیچی نیست. ولی خب حالا چون 2 سال مرخصی، من اینا رو میگم بهتون که برای اینکه مثلا حالا میگین چون کمه نه بیشتر فلانه، چون 2 سال کامل گرفته این پول خیلی کمتر شده. میگم کسی که 6 ماهه بگیره آره بیشتره، 1 ساله هم باز بیشتر از 2 ساله، 2 ساله دیگه کمترین حقوق بیشتر اینا میشه. ولی خب از اونجا بعد شما بری مهد کودک بچه رو بذاری. مهد کودک خب هزینه داره خودش، بعد از سر کار کی بره بیارتش فلان اینا. کلا ما بچه به دنیا نیاوردیم که بذاریمش مهد کودک. آره واقعا. یعنی مهد کودک هم همچین جای خوشایندی برای بچه 6 ماهه 1 ساله 2 ساله به نظر من کار خیلی اشتباهیه. آره باور کن من همیشه به فرزاد میگم برای 2 سالش هم من از الان استرس و ناراحتی دارم که مثلا 2 سالش بشه میخوام بذارمش مثلا از صبح تا ظهر بذارمش مهد و اینا. ولی خب دیگه متاسفانه کاریش نمیشه که تازه حقوق و این که هستش الان 1/3 اینش هم بگو تازه یه 2 تا حقوق دیگه، چون اینجا کلا شما 12 ماه حقوق که میگه 14 ماه در از حقوق میگیری، یه ایدیه و یه پول
اینجا اسمش پول مسافرته و 1 ماه هم مرخصی داری این وسط. شما فکر کنید اونا رو هم نمیگیری اصلا دیگه، یعنی خیلی افت درآمد میگیری، خیلی افت درآمد میکنه. یعنی اگه حقوق من نبود یعنی اصلا نمیشد که مثلا با این پول بچه، من نمیدونم اینا چجوری 4 تا بچه یه دفعه میبینی 4 تا بچه درست میکنن. خب درسته که مثلا دولت، چون میدونی دولت پول بچه اول یه مقدار کامله، بعد میشه دومی کمتر از اولی، سومی کمتر از اولی، یعنی همه همینجوری رو کمتر. یه اندازه نمیده که همه رو مثلا یه اندازه بده، ولی واقعا فقط خارجی ها اینجوری 4-5 تا، خود اتریشی ها مثلا یه دونه اکثرا، یا دیگه خیلی چیز باشه 2 تا بچه میارن. آره زاد و ولد کمه، خود اتریشی ها زاد و ولدش کمه. آره خیلی و به نظر من برای خارجی ها بد نیست که مثلا چیز کنن، میخوان پرجمعیت باشن، تنها نباشن. ولی اتریشی خب واقعا هزینه داره بچه، حالا تا یه سنش که هیچی، بعدش بچه مدرسه میخواد، کیف که اصلا نمیشه. کلا مادر تا موقعی که بچه آخر که به دنیا میاد دیگه میتونه چیز کنه، بعد که میتونه بگه من این 5 تا بچه 5 سالشه تا 5 سال دیگه کلا میتونه دیگه نره سر کار. ولی خب حالا یه عده میتونن با یه سری پولا زندگی کنن، میگن که اوکیه. بعدش هم هزینه پمپرز و شیر خشک و اینا رو شما ارزون ترین هم بخوای حساب کنی، بچه ثانیه یه دونه پمپرز ثانیه‌ای دلش خورا. در کل پولی که بیمه، شما میرین زیر مجموعه 2 تا بیمه و اداره مالیات. حالا جاهای دیگه هم هست، خیلی ارگانهای دیگه من شنیدم و اینا، باید بگردی تو اینترنت مثلا همه رو ثبت نام کنی، از یه جا نمیدونم 100 یورو 150 یورو شرایطتون بخوره، مثلا حقوق پدر انقدر بالا نباشه، درآمد کل خانواده پایین‌تر باشه، یه سری داستانای اینجوری داره. اینا رو من برای کسایی میگم خب کار میکنن، کسایی که کار نمیکنن یا سوسیالن خب اون دیگه قضیهشون متفاوته، اون دیگه سیستمشون. ولی چیزی که وجود داره، این پولی که بیمه داد، وقتی ما تو حساب دیدیم که 450 یورو ماهی اصلا بریدیم. گفتن شما 2 سال گرفتی 400، اگه 1 سال میگرفتی 600 خورده ای میگرفتی، اگه 6 ماه بگیری مثلا 800 6 ماه میگرفتی 800 خورده ای. اون پول اداره مالیات که بهتون میگم فامیلی بای هیلفست، اونم میاد باش جمع میشه، مثلا چیز بستگی به حقوقتون هم داره. اگه حقوقتون موقع زایمان خیلی بالا باشه، یعنی 3000 تا 4000 تا حالا هرچی بیشتر، خب اون پول کارنستون، مرخصی زایمانتون میره بالاتر. ولی یه نرم حقوقی که داشته باشین خب تقریبا خیلی کم میشه. ولی کلن کمه، یعنی الان کلن من زیر 700 تا میگیرم که اصلا 700 تا واقعا پولی نیست که بخوای بگی که مادری که کار میکرده الان یه دفعه بخواد خرج بچه هم بده، و اینکه خب بالاخره برق بیشتر مصرف میشه، آب گرم هست، اصلا چیزای ریزشو دارم بهتون میگم. ایناست. ولی خب حالا کمکی که میشه یه کمکی که خب به همه میشه با همین مبلغا. کلا اینجا همه چی رو توی سطحی نگه میدارن، یعنی نمیذارن طرف بهش خیلی سخت بگذره، نه اینکه میذارن خیلی خیلی مثلا راحت زندگی، یعنی خیلی چیز زندگی در کل ما میخواستیم به شما بگیم که اینی که میگن به بچه پول میدن از این خبرها نیست، یعنی میدن ولی همین انقدی اونقدر پولی نمیدن. حالا به نظر ما، چون ما درآمد صدف خوب بود، منم درآمدم خوب بود، با هم که قاطی میشد مثلا آخر ماه خیلی خوب میشد. آره شاید برای اون کسایی که کار نمیکنن و نمیدونن اونجوری اوکی باشن، بستگی به سبک زندگی هر کسی داره. ولی خب مثلا ما تای ماه میدیدیم خیلی خوب جمع میشه، خب پلن میزنیم، میگیم که آقا مثلا میخوایم اینجا رو این کار کنیم این کار کنیم، بعد الان یه دفعه دیدیم که آقا مثلا تا 2 سال پلن که نمیتونیم بزنیم هیچی. در کل می‌خواستیم این ویدیو رو براتون درست کنیم برای کسایی که میگم توی اروپا و اینا هستن، که بدونیم که حالا شبیه اینجا هست یا نه، یا اصلا اطلاعات ما کلا به درشون بخوره، یا حتی شاید کسایی که اینجا توی اتریش باشن. برای کسایی که ایران هستن باز بنویسید ببینیم چه جوریه دیگه. امیدواریم که همه اطلاعات بهتون خورده باشه. اون حرفایی هم که شنیدی وای تو خارج اینجوری میکنن اونجوری پول بچه میدن حقوق میدن و اینا رو شما اطلاعات از ما داشته باشید، بگید آقا همچه خبری نیست، در این حد دیگه. ما هرچی داشتیم سیر تا پیاز رو بهتون گفتیم. امیدواریم که مثل همیشه این ویدیو رو دوست داشته باشین و ازش استفاده کرده باشین و
و اینکه بتونیم تون راجع به چیزای دیگه هم براتون ویدیو درست الان هم کنیم. میدونی الان ساعت 12 شب ما دیگه این تایم رو پیدا کردیم که یه ویدیو درست کنیم واسهتون. ولی امیدوارم که دوست داشته باشین و سوالاتتون رو بپرسین. اگه سوالی چیزی بود که با کمال میل جواب میدیم. قربونتون برم. مثل همیشه دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.